سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. قرار این مپه رو یادتونه با ماشین های ایرانی رفتیم. یه نفر، حالا چند نفر گفته بودم با ماشین های خارجی هم برو، خیلی خفنه. حالا امروز تصمیم گرفتم که امروز بیام و با ماشین های خارجی برم. وقت نداریم، یه ذره موجودی رسی کمه و میترسم که موجودی تموم بشه ویدیو قطع بشه و زودتر بریم شروع. بچه‌ها با همین آودی هاتچبک شروع میکنیم. 1 2 3 حرکت. از اول میریم ما. خیلی قدرتش زیاده، بعد اسپورت هم نیست، همونه. نگاه کنی خیلی قدرتش واقعا زیاده. این سری میخوام دقیق بر ببینم کی چرا برمیگرده؟ شاید دستم میخوره. حالا بریم از اول. 89، یعنی میخواد 90 بشه. این دیگه پرواز میکنه. همون از این جلوتر. یه ضربه خیلی بدی به بدنه وارد شد. من گازو برم. آها چه خوب ره. نه دیگه خوب نه. خب صحنه هایی نداشت برای یه صحنه آهسته. خب این وضع این موتوریش تقریبا سالمه ولی حرکت نمیکنه. یعنی حرکت و فرمون مرمونه که خوشگلینه دایی. حالا من اینو خب بچه ها بریم ادامه یه ویدیو. این سری بی ام و دبلیو آوردم. اینم شاسیه. بریم که شروع کنیم. ایکس تیریه. حالا اونایی که میدونن. شروع میکنیم. آخرین سرعتی که اون آودی زد 189 بود. حالا ببینیم این چند میزنه. 140 میزنه. پرش کمتر شانس رو ببر، یعنی نمیرفت. من فقط اینجا فرمون کمک کردم چون خیلی اوی چی شد. خب چرخای پولوساش در است دیگه خوشگلین کرده و رفته. بله حالا من ترمز میگیرم، شاید خیلی جاها بخواد بره. این بچه ماشین در حد خودش سالم نیست دیگه. مثلا ببین الان جلو مثلا اینو میبینید، این دیگه مثلا این باید صاف باشه دیگه. حداقل مثلا اگه داخل بشینید شاید یه ذره زنده ببینید، ولی مثلا عقب یکی بشینه دیگه اونجا زنده حتما نمیمونه. و شیشه ها میریزه. الان سقف بالا شیشه داره، اونا میریزه، صورتتون تمام خط و خش میفته و این. آره بریم سراغ اینم که دیدیم. من یه ماشین اینجا اسپان کردم که هر ماشینی بخوایم و اینجا اسپان کنیم دیگه به دردسر نیفت. میریم سراغ بوگاتی که میخوام همون چیزشو بیارم. خودش هر چی که گذاشته رو میخوام همونو بیارم، یعنی عادی ترینش. فکر کنم 300 تا رو پر کنه تا بخواد از اونجا پرش بزنه. نگاه کنید دست شما. من تو ویدیوهای قبلم گفتم اگه ماشینای اسپورت بیارم به هیچ چیشون دست نمیزنم. هم میترسن قدرتش کم بشه، هم میترسن قدرتش زیاد بشه. 205 یا حاجی خورده اینجا. خورد اینجا. نه باید بریم از اول. 1 2 3. میخوام این سری سرعت رو یه ذره کم کنم چون که 100 دیگه 200 فکر کنم خیلی زیاد باشه. 95 تا دیگه زدم چون خودتون شاهد بودین رفت خورد اونجا، یعنی که باید خیلی سرعت زیاد باشه. الان 2 تیکه میشه. بچه هر کی این مشکل رو میدونه که چرا ماشینای پرقدرت 2 تیکه میشن حتما تو کامنت ها بگید.
حتما من خیلی آجی دوباره نمیخوام. میخوره ای بابا گیر داده به اینا. این سری دیگه درستن میره. این سری سرعت رو زیاد میکنم که بره. اگه بره 250 تا. ببینیم میره از بالاش. نمیره. خب بچه ها پس سرعت رو میارم تو 80 تا دیگه. 89 تا دیگه فیکس کردم. خب یا خدا یا خدا. او ای بابا. او ضربه بعدی. خب ببینیم ردش میکنه یا نه. دانا که آودی رد میکنه. نمره برتر و بوگاتی داره. حالا با ملق و خوردن نمره 1 و بوگاتی داره. اگه ویدیوی قبل و ماشینای ایرانی رو ندیدی حتما برو ببین تا قوانینیشو بدونی که چجوری ما میگیم رتبه 1. چراغ سپرشو داره بندری میزنه. خب من نمیخوام این ترمزی بزنم خودش میخوام وایس اینجا وایسه. ببینید اصلا وضعیتش فول خرابه. فول اصلا شما اینجا نگاه کنی همه چیز قرمزه به جز چرخاش که سالمه. از داخل زنده نمیمونید 100%. نگاه اصلا سخت اومده تو شکمه. حالا شکم که نه در اصل مثلا منظورم این بود که اومده تو سرم. میریم سراغ ماشین بعد. خب بچه ها بریم ادامه ویدیو. با یه دونه نگفتم با یه دونه رنج روور اومدم. داشتم یه عکس تامنیل میگرفتم. پلیس هم هست با سرعت 183 تا رفت. چه جای بدیه. اوخ نصف ماشین پود شد. شما نگاه کن. از رینگا چرا اینجا شده. چرا شیشه ای شدن رینگا. بله ملاق زدن تو هوا اصلا. نگاه کنید داخل شما فقط. یه ضربه از عقب. بعد جایی خورد. اوه اوه اوه. حالا بچه تا اینجا که اومدید حتما لایک کن سابسکرایب فراموش نشه و بریم ادامه ویدیو. ببینیم رنج روور رتبه چند رو میگیره. تا الان که بگم وی ام رو میخواد رد میکنه. ببینیم آودی هم رد میکنه. فکر کنم اگه نخورم به هم دیگه که میخورم به هم دیگه. کجا میبری اینو؟ کجا میبری؟ الو چرخاشون گیر کرد. همینجوری دارم میره. در هر صورت آقای آودی همون رتبه 2 رو گرفت. ببخشید رتبه 3. آره دیگه 3 رو گرفته ولی رنج روور الان 2. آودی 1 رنج روور 2 ببخشید بوگاتی 1 رنج روور 2 آودی 3 بی ام هم که 4. حالا بریم سراغ ماشین بعد. این ماشین آخرین ماشینه. شاید یه ماشین دیگه هم به جز اون آوردم که بشه 6 تا. حالا فعلا اگه زیاد وقت ویدیو نره این آخرین ماشینه. من برم ماشین بیارم و بیام. خب بچه یه ذره خیلی وضعیت نت خوبه. اینو آخرین ماشین حساب میکنیم. زود بریم و حرکت بدیم. اینم خیلی سوپر. اسمشو نمیدونم فقط دیدم ولی اسمشو نمیدونم. از اول آجی دوربیناش خب 1 2 3 شروع میکنیم. ببینیم چند تا میره. فقط مثل اون نخوره اونجا. نه بیا پایین. خب ضربه بدی خواهیم داشت. اگه سفت باشه ضربه خوبی خواهیم داشت.
نه خوب، حداقل رنج روور بهتر بود دیگه. اون ضربه اوه. آها از این راه اوه میخواد بخوره نمیخوره. چه صاف داره میره، واقعا صاف داره میره. تا الان زیاد ملق بارون نشده. ببینیم آیا بوگاتی رو رد میکنه یا نه. ببینیم ویدیو رو در چه سطحی خواهد رد کرد. خب رتبه 2 رو گرفت چون که بوگاتی جلوتره. خب بچه‌ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.